وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از پیوندان جنگجویان تاجیک دعوت کرد که تماس با نزدیکان خود را پنهان ندارند. اکثر والدان جوانان تاجیکی به سوریه و عراق رفتند میگویند تماس با پیوندانشان را گم کردند. ادعایی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به آن با شبهه می‌نگرد و میگوید دلیل‌هایی دارد که برخی جنگجویان و همسران زنده مانده آنها از راه‌های پنهانی با نزدیکانشان در وطن تماس دارند. دوام یک ماه اخیر کارمندان وزارت در منطقه‌های تاجیکستان با پیوندان جنگجویان احتمالی صحبت‌ها انجام داده از آنها دعوت می‌کنند که تماس خود و در کجا قرار داشتن پیوندانشان را با آنها آشکار کنند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 28 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه‌های آخر تقریباً 10 حالت آشکار شد که والدان تماس با پسران و یا دخترانشان را که به سوریه و عراق رفتند پنهان داشتند. بسیاری از مردم سال خودش هم امضای ماده 401 کد سنتی که شخصانی که استیاران برمیگردن الان در این دوره آگاهی که ندارن فکر میکنن که بیان در او به محکمه کشیده میشوند. اگر همی کوشش تلاش کنن که مثال برای برگردوندن همه کوشش کنیم یک در یک جایی اونم به خویش بیان البته که از جوگری آزاد میشن. این موضوع در حال جدی تر شد که به گفته سخنگوی وزارت کارهای داخلی در 2 ماه اخیر 2 حالت آشکار شد که جوانان تاجیک از دیش فرار کرده در کشورهای دیگر پنهان شدند. عمرجان امامعلی قضیه دلیر جوریفی 32 ساله ساکن شهر دوشنبه را مثال آورد که بعد 2 سال فرار از قلمروهای زیر نظر دیش اخیراً به تاجیکستان برگشته خود را تسلیم کرده است. او گفت جوریف با اتهام زرخریدی از سال 2015 تحت پیگرد قرار داشت. مقامات معلوم کردند که این جوان همان سال از منطقه‌های زیر نظر دیش فرار کرده به استانبول و از آنجا به دبی رفته است. معلوم نیست در دست او چی سندی بوده است چون بعد دبی به قزاقستان و در آخر به قرقیزستان راه یافته است. دوام بیش از 2 سال با پیوندانش تلفنی در تماس بوده است ولی تمام این وقت آنها این تماس‌ها را از مقامات پنهان داشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید این جوان اختیاری به وطن برگشت و با احتمال زیاد مورد عفو قرار میگیرد. جوان دیگری تاجیک علی اکبر عبداللهیف ساکن شهر حصار است. عمرجان امامعلی میگوید عبداللهیف از عراق به مصر فرار کرده در آنجا پناه برده است. پس از 1 سال فرار با مقامات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تماس گرفته گفته است میخواهد اختیاری به وطن برگردد. امید علی اکبر عبداللهیف این است که تسلیم اختیاری او به مقامات با بخشش گناهش می انجامد. دوام سال 2016 و 2017 گروه تندروی دولت اسلامی اکثر حدودهای اشغال کرده خود را در سوریه و عراق از دست داد. پس از این سرنوشتی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان که در صف این سازمان تندرو قرار داشتند نامعلوم است.